آره درسته، میخوای موفق بشی، آرزوهای بزرگی داری، میخوای پیشرفت کنی، میخوای اون زندگی رو بسازی که همیشه تو خیالت بوده، اما یه مانع سر راهته: تنبلی. میدونی باید چیکار کنی، میدونی مسیرت چیه، ولی انجامش نمیدی و همین باعث میشه هر شب قبل از خواب یه حس سنگینی بیاد سراغت، اون حس گناه، چون ته دلت میدونی که از خودت بیشتر از اینا رو انتظار داری. این حس روز به روز جمع میشه، هفته ها و ماه ها میگذره تا وقتی که بهش عادت میکنی و دوباره سال جدید میرسه با همون هدفهای پارسال. اوایل با انگیزه‌ای، انرژی داری، ذوق داری، حتی یکم خیال بافی، اما بعد اون دشمن قدیمی برمیگرده. تعلل یواش یواش وارد میشه، مثل فامیلی که هر بار بی دعوت میاد خونت. کم کم این رفتار تکراری میشه بخشی از زندگیت و به خودت برچسب میزنی: من آدم تنبلیم. اما واقعا چطور میشه این چرخه رو شکست؟ چطور از این حالت بیرون بیایم؟ اکثر ویدیوهای اینترنت فقط نشونه ها رو درمان میکنن. میگن گوشیتو بذار کنار، حواستو جمع کن، اما اینا فقط مسکنن. مشکل اصلی یه چیز دیگه است. یه کلمه است: اینرسی. تو فیزیک اینرسی یعنی هر جسمی تمایل داره تو همون حالت خودش بمونه. اگه ساکنه ساکن میمونه، اگه در حال حرکته به حرکت ادامه میده، مگر اینکه یه نیروی خارجی بهش وارد بشه. زندگی ما هم همینه. شروع هر کاری یه انرژی اولیه میخواد، یه حل کوچیک برای عبور از حالت سکون، ولی ما تو ذهنمون اون شروع رو اونقدر بزرگ میکنیم که خودمون رو میترسونیم و در عوض میریم سراغ سرگرمی ها و دوپامین های ارزون: اسکرول بی پایان، بازی، ویدیو، حواس پرتی، ولی بعدش همون حس پوچی برمیگرده. پس برای شکستن تنبلی باید اینرسی رو بشکنیم. 2 راه ساده ولی مؤثر داره. 1. آسون شروع کن. سخت‌ترین بخش هر کاری فقط همون لحظه شروعشه. اگه به خودت بگی باید امروز یه مقاله 5000 کلمه‌ای بنویسم، ذهنت وحشت میکنه. اما اگه بگی فقط 50 تا کلمه مینویسم، اون موقع شروع آسون میشه بدون نیاز به اراده فولادین. 2. قانون 2 دقیقه. هر وقت حال انجام کاری رو نداری، به خودت بگو فقط 2 دقیقه انجامش میدم، بعد اگه خواستم قطع میکنم. مثلا حال نداری اتاقت رو مرتب کنی، یا آهنگ بذار و بگو تا وقتی که آهنگ تموم شه جمع میکنم. و جالبه بدونی معمولا بعد از اون 2 دقیقه ادامه میدی، چون مثل قانون نیوتن چیزی که در حرکت باشه تمایل داره در حرکت بمونه. وقتی شروع میکنی یه نیروی درونی به جریان میفته. اولش سخته، مثل هل دادن یه توپ به بالا، ولی وقتی از نقطه سکون رد شدی حرکت خودش میره جلو. پس راز موفقیت ساده است. شروع رو کوچیک کن، فشار رو از روی خودت بردار. با 2 دقیقه، با 1 کلمه، با یه حرکت کوچیک. میخوای بری باشگاه، فقط لباس بپوش و تا دم در برو. میخوای کسب و کارتو شروع کنی، فقط اسمش رو بنویس. میخوای به هدفت برسی، فقط قدم اول رو بردار. چون همونطور که مارتین لوتر کینگ گفت، لازم نیست کل پله ها رو ببینی، فقط قدم اول رو بردار. فیگوری ها جاییه برای آدمایی که میخوان از سکون حرکت بسازن. اگه این حرفا یه جایی تو دلت نشست، پس جات اینجاست، تو فیگوری ها. سابسکرایب رو بزن، منتظر ویدیو بعدی باش.